توهم زدم، ولی انگار یکی در رو هل داد. یه همچین حالتی. از این بدتر بود. انگار مثلا در اینجوری بود، اینجوری شد. وقتی یه جا تنهایی فقط تا میتونی بعد یه جا دوربین بکاری. یعنی قشنگ صدا پا از بیرون میاد. آقا ما یه 10 دقیقه اومدیم یه سر کوفتیم رو بذاریم استراحت کنیم. صدا حرف زدن، صدا پا، یعنی قشنگ مطمئنم یکی اطراف خونه است، چند تا اطراف خونن. صدا حرف زدن میومد. آقا اینا آدمن، نمیدونم چیه. 3:30 صبح آخه کی میاد؟ حقیقتا جرئت ندارم لامپ رو روشن کنم، میترسم جلب توجه بشه. آقا بذار روشن. ساعت 3:30 صبح. ساعتو از همین جای چیز جنگلیه. بس صدا حرف زدن قطع شد، یهو مثل صدا راه رفتن، اصلا پا میکوبید انگار. خیلی مسخره است.